بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آجان محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم های شمایان عزیز را الله مهربان به این مدینه منوره، شهری که بعد از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم منور گشت، الله تعالی قدم های شما را با برکات گرداند. الله این آغاز عبادت را برای هر یک شمایان مبارک گرداند و این 14 روزی که الله تعالی به خانه خودش من و شما را دعوت نمود برای عبادت، برای استغفار، برای توبه، الله تعالی این 14 روز را از این فرصت ها استفاده برده با عبادت ها، با ذکر، با استغفار و توبه گذرانیدن را الله به هر یکی ما و شما نصیب دار گرداند. حاجان محترم، بیایید یک جای صحبت میگذرانیم که به نهایت مهم. التماس دقت کردید، حرکت کنید، با ضبط نکرده گوش کنید افضل تر کی تا که ذهنتان نموند مهم چیز. چون که کمتر دیگه چیز که مشغول شویدم، یعنی تا که شما یا مهم چیز پریشان نگرداند. چون که حاضره میگفته که چیز ما عبادت اساسیه که من و شما برای همین عبادت سیکدم آمدم. مهم به نهایت چیز. من مدینه منورنده هر دایم میگویم 5 زیارتی هایی که هر یک حاجی که آمد زیارت کرد انشاءالله الله برای وی ثواب میتید. یکی مسجد النبوی، انشاءالله یکمین زیارت من و شما امروز آغاز میکنیم از مسجد محمد صلی الله علیه و سلم، مسجد النبوی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با دستهای مبارکشان این مسجد را خودشان ساختند. و دوم مسجدی که من و شما زیارت میکنیم مسجد قبا که هر یک حاجی که رفت در اون مسجد 2 رکعت نماز خواند، الله تعالی برای وی یک ثواب عمره کامل را نصیب میگرداند. 2 مسجد و 3 قبرستانی. یکی قبری محمد صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق و عمر رضی الله عنه خو رفتند. قبر همون 3 ذات بزرگه من شما سی میکنیم زیارت کده و سلام و صلوات ها میفرستیم. دوم قبرستانی که ما زیارت میکنیم قبرستانی بقیه که در آنجا زیاده از 10,000 صحابه ها خو رفتند. و سوم قبرستانی که من شما زیارت میکنیم قبرستانی شهدای غزوه احد. 70 نفر صحابه ها خو رفتند. انشاءالله رفته زیارت کده، دعای فاتحه کده، در حقشان دعاهای نیک کده انشاءالله میگرده. وظیفه ای که من شما در بر میگیرد در مدینه منوره 5 جای زیارتی، 2 مسجد و 3 قبرستانی. مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسجد قبا، قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبرستان بقیع و قبرستان شهدای احد. و انشاءالله مسجد قبلتین، زواد قرآن، نشریات قرآن، من باغ خرما، اینها یعنی گوییم که اضافه زیارت و سیاحت ها. لیکن مهم جایی که من شما باید که رویم. اگر نباد که اگر نرفته مانیم، شمایان عزیز از من طلب کنید که فلان جا نرفتیم، همون 5 تاش 1 تاش با تا که 5 همون مهم جایی که هر یک حاجی که زیارت کرد انشاءالله سی میکند ثواب میگیرد. و بعدا فضل الله که من شما میگردیم 3 روز شنبه الله نصیب کند. بینید الله یک تحفهش که یک نماز جمعه ما در مدینه میخوانیم، یک نماز جمعه در مکه مکرمه انشاءالله. و انشاءالله من برای روضه شریف رخصت ها هم مردها هم زردها الحمدلله برآمد، باغ جنت در اومده نماز میخوانید الله نصیب کند. و اساسی نیتی که من شما اومدیم برای سیکدن عمره کردن. عمره در مدینه منوره نه، در مدینه منوره یکی از رکنهای عمره سر میشد. اول پیش از عمره کردن باید یک چیز مهمه من شما برای خود قاعده کرده گیریم که الله تعالی میگوید و اتم الحج والعمره لله. برای من شما الله تعالی خطاب میکند که شمایان
ادا کنید. عمل عمره را، عبادت عمره را، حج را برای کی؟ برای الله. نباید که در قلب‌های من و شما نیت باشد که برای خودنمایی، برای ریاکاری، برای که در محله ما، در کوچه ما همه آمد من نآمدم، منم حاجی شوم، منم حرمت به سزاوار شوم، منم همه گوییم که حرمت کند. گفتگی نیت ها باشد، این نیت های ترک کنیم تا که نیت ما خالص عمره کردن برای کی شود؟ برای الله. برای آنکه الله میگوید ادا کنید عبادت حج و عمره را برای الله. اگر عبادت من و شما برای الله نیت کنیم، ان شاء الله نیت ما برای الله میشد و الله از ما قبول میگرداند. و دوم، خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمره کردن و علماها، صاحب های کتاب ها برای من و شما نوشته رفتن که چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمره کردن، همین خیلی طرز عمره میکنیم. ان شاء الله بعدا عمره من و شما امید میکنیم که الله از ما چی میکند؟ قبول میگرداند. یکم عمره نیت برای کی بوده است؟ برای الله. دوم طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. خیلی که محمد صلی الله علیه و سلم عمره کردن، هم خیلی عمره میکنیم. از خود ما یگان چیز قوش نمیکنیم و یگان چیز هم ان شاء الله ترک نمیکنیم. عبادت عمره که من و شما آغاز میکنیم 4 تا رکنشه، 4 فرضیت واجبات دارد که هر یک حاجی باید انجام دهد. خواه کلانسال، خواه یاش، خواه بیمار، یعنی باید که انجام دهد. اگر خواهید که عمرتون قبول شود، همین 4 تا رکن البته باید و شاید من و شما کنیم. ان شاء الله روز شنبه من و شما در مهمانخانه غسل میکنیم، تازگی میکنیم، خوشبویی میکنیم، لباس های تازه احرام پوشیده. برای زنها لباس مخصوص شرط نی. برای زنها لباس 3 شرطش است. یکم لباستان نمازی باشد، لباستان نمازی باشد یعنی تازه باشد. دومش لباستان تنگ نباشد که بدنتان ننمد. سومش لباستان تنگ نباشد، بدنتان چسبیدگی نباشد. همین 3 تا شرطش است. دیگه نمود لباس برای شما سفید می، سیاه می، یگان فرقیتش نیست. مهمش نمازی باشد، تنگ نباشد و تنگ نباشد. برای مردها در بدنتون هم 2 تا سچاق میشد، ادار کتی ردا، بیغرض همین دیگه یگان لباس نمی پوشید بدنتون و انشاءالله از پوشته نشان میتیم. بعد از خوشبویی کده تازه شده پیشین رفته میبیاییم، عبد میکنیم. یکمین رکن عمره من شما انجام میتیم، چه میکنیم؟ احرام میپوشیم. احرام بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشاینده و مهربان گفته. بسم الله الرحمن الرحیم گفته گفت الله من به نام تو این عبادت عمره سر میکنم، با یاردم تو سر کسادیم. الله این عبادت همه من به یاردم کن خدا. احرام این سفیدی که یک چند سال باز آرزو میکردید، طول زارهان دیده اشک میریختید، حواس میکردید که الله منم کی میبرده باشد. تمام حاجای اومگا منم چخ، منم دعا کن میگفتید. همون فرصت آمد حاجای محترم، آمد یک پوشتگند، یک حسیات که پوشید که شما لباس عادی نپوشیدید، هر روزه لباس نپوشیدید، لباس احرام پوشیدید که برای عبادت الله رفته ایستادید. بعد از پوشیدن میقات میره. میقات یعنی چهگره که مدینه مکه جدا میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتشان وقتی که حج کردن، عمره کردن، در ذوالخلیفه رفته احرام پوشیدن نیت کردن. البته من شما از مهمانخانه نیت کنیم هم میشه، لیکن خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میقات نیت کردن، در میقات من شما هم نیت کردن، اما فضیلتش بیشتر، ثوابش بیشتر و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. من شما هم میریم در مهمانخانه تازه شده، لباس های احرام پوشیده، بعدا سوی ذوالخلیفه میریم. ذوالخلیفه رفته میدرویم 2 رکعت نماز شکرانه میخونیم. 2 رکعت برای چی شکرانه میخونیم؟ که الله حمد و ثنا و شکرانه میگیم که این لباس احرام برای من نصیب گرداندی. من گناهکار به الله این لباس احرام پوشیدن، احرام پوشیده عمره کردن برای من نصیب گردان سادی. من برای تو شکرانه میگویم که سر مبارک سجده مونده من شما 2 رکعت نماز نفل میخونیم.
بعد از نماز خواندن حوله میبرویم، یک دمه اتوبوس نبرید، زنها یا مردها همون حولنده یک جایه تعیین میکنیم، همونجا توپ میشیم، یک جایه نیت میکنیم. یکمین رکن عمره این احرام پوشیده نیت کردن، یکمین فرضیتش احرام پوشیدم، بعدا نیت میکنیم. نیتش سبب لبیک اللهم عمرتن، یک بار همین کلمه میگید. اگر ایستون برود من انشاءالله میگم، شمایان عزیز تکرار میکنید لبیک اللهم عمرتن، لبیک اللهم عمرتن. الله لبیک گویان عبادت عمره برای تو نیت کردم. قلبا هستش گفتن نکنم زکی، یعنی الله نیت کردم عبادت عمره برای تو، یعنی من لبیک گفته، تو من جیغ زدی برای عبادت، من لبیک گفته سوی کعبه طرف عبادت تو برفتی هم گفته که گپ مغزش کنید. یعنی الله من لبیک، من تیارم برای تو عبادت کردم، برای تو عمره کردم، من تیارم الله. بعد از این دعا شاید اللهم اینی ارید العمرة فیسرها لی و تقبلها منی. ای الله من برای تو عمره کردن را نیت کردم، برای یگان کس نه، برای حاج عیه شدن نه، برای حاج بابا شدن نه، برای خودرشانتی نه، برای رام که همه من حاج چغان کند نه. الله فقط برای تو نیت کردم که برای تو عمره کنم. الله این عمل های عمره ده کمتر مشقت ها شای راه گشتن در کار، یعنی الله این عمل های عمره برای من آسان کن و از من قبول کن. انا همین نیت و دعای عمره، انا مننده یکمین رکن عمره انشاءالله سمیشد و جا می بیاد. احرام بوشته سی میکدیم، نیت میکدیم لبیک اللهم عمرتن. انا که اتوبوس سوار میشیم، بعدا سوی مکه میریم، تلبیه گویان میریم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. انا من تلبیه سوی مکه الله لبی گویان سوی عبادت طرف ایستاده ام، برای تو لبی الله، لبی الله، شریکت نیست، یک و یگانه ای. تمام حمد و ثنا، تمامی وصف تعریف برای تو، تمام نعمت از آن تو، تمام مال و ملک صاحبش توست. لبی الله، شریک نداری گویان همین تلبیه تا حرم شریف به مکه کعبت الله در آمدن گفته میرم. مردها آوازهای بلند کتی، زنها بدرنی دل کتی. هلاک شدم دم میگیرم، بازم تا مکه یعنی هلاک شدم گرفته گفته مردها یک اشتیاق کتی، انشالله امید میکنم که غیرت کتی. بلند میگویم که هر یک درخت شنودگی، هر یک سنگ قلق شنودگی فردا روز قیامت این تلبیه من شما گواهی میداد است که الله این بنده تو لبیک گویان سوی عبادت تو رفته ایستاده بود. میرم وقتی که مکه مکرمه رفتم مهمان خانه جا میشم، اوقات میخورم جا شده، دویمن رکن عمره میرم. دویمن رکنش سه طواف، 7 بار گرد خانه کعبه طواف میکنم. اکنجی حجر الاسود میگون، انا همونجا میبیایم. آدم به نهایت بسیار رسول الله صلی الله علیه و سلم همونجا عمره آغاز کسگنده حجر الاسود بوسه میکردن، سانه سر میکردن. امروز امکانیت بوسه کردن نیست. ما بسم الله الله اکبر گفته اشاره میکنم، همون سنگ با سر میکنم، گرد خانه کعبه 7 بار طواف میکنم. مردها کمتر غیرت کتی، زنهای میانه میگیرم، زنها می حمایه میکنم تا که اونجا آدم بسیار تیلتی شده، زنها ارله شدن ابران دیگه مردها و عبادتشون بی ملال شود. ما چید بگذشته پیش به قفا و یعنی ادگرمای قبده زنهای میانه فراختر گیرم که تا که بی ملال سکنن عبادت کنن و خدمه هم عبادت کنم. یعنی زنهای حمایه کده یک اویله با این شده انشاءالله طواف میکنم. یا اور کنجی یمانی میبینیم، من اونجا ده کنجی یمانی تا حجر الاسود یک دعای و خلاص. دعای سه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قینا عذاب النار. پروردگار
رب ما برای ما در دنیا و در آخرت حسنات نیکی نصیب گردان و مایان را از آتش جهنم نگه دار. انا این دعای میگوییم دیگه شاوتان در دیگه گوییم که توافنده کدام دعای گوید میشد، کدام ذکری که دعایی که خودتون از یاد کرده که میدونید گوید میشد، یا اینکه ما یک دو توافنده انشاءالله دعا میکنیم شما عزیز تکرار میکنید. اما خیلی کده 7 بار تواف میکنیم. مردها یلک راستک شده میگیرید اون وقت توافنده یلک راستک شده میگیرید انشاءالله میگوییم گذشته، یعنی 7 بار تواف میکنیم. 7 بار تواف کردن این فرض، اگر 6 تا شود عمره من شما قبول نمیشد. برای همین نغزکه کلام و جوشن بگهو میشمرم، یک تشد دو تشد گفته 7 بار سی میکنم تواف میکنم، این دیم فرضش بجا میبیاد. سال میبرایم پشت مقام ابراهیم در 2 رکعت نماز میخوانم، او زمزم مینوشم، سنت عمل ها، یعنی ابولا مردها از سراشون میریزن، زنها هم تو نوشیده دعا میکنید که وقت آب زمزم نوش سادگین در رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم کدام مقصد که خوده شود همون مقصد میشد گفتن. تصور کنید شما زمزم گرفتید، الله 3% میتیاد گفتن 3% خواهید ایمان میپرسید می، جنت میپرسید می، مغفرت گناه میپرسید می، برکه میپرسید می، بایگری میپرسید می، هر چیزی که پرسید الله میتیاد گفتن. فقط باور کده تحت دل الله پرسیدن نکار تو پرسید انشاءالله الله فرزند میپرسید می، کدام چیز پرسیدتون انشاءالله الله میتیاد، ناامید نمیکنه. چونکی حدیث به اعتبار تید که رسول الله گفتن ماء زمزم لما شرب له، او زمزم برای هر چیز خوده شد همون چیز میشد. کسل باشید الله منو تزک کن گوید تزک میشید، اگر کمبغل باشید بایشم گوید بای میشید الله منو بای کن گوید، اگر گشنه باشید منو تجربه که بینید، گشنه باشید الله منو سیر کن گفته خرید بسم الله گفته سیر میشید اشکمتون، تشنه باشید تشنگی تو میشکنه. هر یک چیزی که خواهید الله تعالی برای شما سی میکند نصیب میگرداند. و بعد از این یعنی سنت هایی که من شما اوای زمزم نوشته کمتر دعا کده دم میگیرم، سیم رکن بمیرم، سیم رکنش سه کوه صفا و مابین صفا و مروه سعی کردن، یعنی رفته آمدن. بالای کوه صفا میبرایم یک جای کعبه دیده دعا میکنم. آیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده. انا من دعای خونده بعد از این دعاهای خودم و زبان خودم که دعا کرده طواف یعنی سعی در صفا و مروه آغاز میکنم، رحم میبرایم میونه رفتگنده سویتفور زنگار که موندگی مردها اونجنده سیک سیکل قدم ها کتی سی میکنم میدوم، زنها نه فقط مردها. از سویتفور گذشته التماس مردها زنهای پایده میشینم تا که گم نشان آدم بسیار زنها بیان با میرم کوه مروه میرم، مروه امکانیت میبینم اگر امکانیت دعا کردن باشد جا بیملال شود کعبه دیده رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن سنت عمل من شما هم میکنم دعا میکنم. انا میخیل که از صفا مروه رویم یک میشد، رفته بیاییم نیم رویم یک میشد، گشته بیاییم 2 میشد، میرم 3 4 5 6 7 یعنی 3 وار من شما رفته میبیاییم. رفته آمده آخرین کوه مروه ادا میشد میبرویم طرفی جایی که مکانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شدن انا من زمین به میبرویم من شما پیشی گوییم که خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرویم. انا همونجا اوج 3 رکنش ادا میشد، من که 4 رکن میموند این 3 موی سر گرفتن. نغزه که اعتبار تید بسیار آدم میبیاد موی سر من نگرم میشد می قیچی کنم میشد می من امرمند کل کدگی نی زنم جنگ میکند، زنم خوش نمیکند، بیزیو میشم. هم خیلی سوال ها شدنش ممکن لیکن اعتبار تید که
وقتی که عمره میکردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده میپرسیدن ای رسول الله، میگفتن عمره کردگنده ما یا که حج کردگنده عمره کردگنده موی سرومیا پس که من میشد میگفته سوال دادن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن اللهم ارحم للمحلقین، الله رحمت کند کسانی که موی سراشون میتراشند. گفتن رحمت الله باد برای کسانی که موی سراشون میتراشند. گفتن سونب دیگه مور پرسیدن ای رسول الله پس که من میشد میگفتن که دیگه مور گفتن الله رحمت کند کسانی که موی سراشون میتراشند. گفتن سه مور پرسیدن ای رسول الله پس که من میشد میگفتن که الله رحمت کند تراشتگاهی. گفتن چهار مور پرسیدن که چهار مور گفتن که الله رحمت کند پس که گاهی هم. گفتن بینید لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم سه بار دعا کردن کسانی که موی سراشون میکنن میتراشند.